بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح الله میگویند. فرمان روایی از آن اوست و سپاس و ستایش نیز از آن اوست و او بر همه چیز تواناست. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. اوست که شما را آفرید، پس گروهی از شما کافرند و گروهی از شما مؤمن هستند و الله از آن چه می کنید آگاه است. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادرانتان شکل و صورت بخشید، پس شکل و صورتتان را نیکو و زیبا گرداند و بازگشت همه به سوی اوست. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آنچه را که در آسمان ها و زمین است میداند و آنچه را که پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار می‌کنید نیز می‌داند و الله از آنچه در سینه هاست آگاه است. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ آنها طعم کیفر کار خود را چشیدند و عذاب دردناکی خواهند داشت. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حمید. این بدان سبب است که پیامبرانشان با معجزات و دلایل روشن به سوی آنان آمدند، پس آنها از روی تکبر گفتند آیا بشری مانند ما میخواهد هدایتمان کند؟ آنگاه کافر شدند و روی گرداندند و الله از آنان و ایمانشان بینیاز بود و الله بینیاز ستوده است. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کسانی که کافر شدند گمان بردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو آری، به پروردگارم سوگند یقینا همه برانگیخته خواهید شد. آنگاه از آنچه می کردید به شما خبر خواهند داد و این کار بر الله آسان است. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبیر. پس به الله و پیامبرش و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و الله از آن چه می کنید آگاه است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذلك الفوز العظیم. روزی که همه شما را در محشر گرد می آورد، آن روز زیانکاری است. و هر کس به الله ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد، گناهان او را می بخشد و او را به باغهایی از بهشت وارد می کند که جویبارها زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن می مانند. این کامیابی بزرگ است. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند. و چه بد سرانجام و جایگاهی است. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ومن یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم. هیچ مصیبتی به انسان نمیرسد مگر به حکم و فرمان الله، و هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می کند و الله به همه چیز داناست. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. از الله اطاعت کنید و رسول را نیز اطاعت کنید. پس اگر روی بگردانید بدانید که فرستاده ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار ندارد. الله لا اله الا هو وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. الله است که هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، به راستی که بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند، پس از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، بیگمان الله آمرزنده مهربان است. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم. جز این نیست که اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش شما هستند و الله است که پاداش بزرگ نزد اوست. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. پس تا آنجا که می توانید از الله پروا کنید و حق را بشنوید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما بهتر است، و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش در امان بمانند آنانند که رستگارند. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم. اگر به الله قرض نیکو دهید، آن را برای شما افزون می کند و شما را می آمرزد و الله قدر شناس بردبار است. عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. او دانای پنهان و آشکار و پیروزمند حکیم است.